که وام میگیرم این شوهرم میاد پولا رو همه رو دستم در میاره. خواهر من شما هر وقت تقاضایی وام میدادی میگفت که شوهرم گذاشته رفته. حالا شوهرتون چجوری میومد این پولا رو از شما میگرفت میرفت؟ هر وقت که وام میگرفتیم تا میفهمید میومد آشتی. این وام 5 تومانی هست چقدر دویدم تا جورش کردم تا وامو گرفتم اومد آشتی. خدای محمدو بهمون داد. این وام 10 تومانیه که همین که جوشه و سرکلش پیدا شد اومد آشتی. خدای مجیدو بهمون داد. باز دوباره قهر کرد رفت. همین وام 20 تومانی چقدر دویدم تا جورش کردم. بله یادم. تا همونو جور کردم باز دوباره پیدا شد اومد دوباره آشتی. خدا این 2 دختر رو بهمون داد. اون دوتا هم که برای وام 25 تومانی چون بیشتر بوده بنده خدا با حداقل حق و رعایت می‌کرده وام بیشتر. بسیار خب شما خواهر ما شانس آوردین منابع وام ما محدود بوده وگرنه چی میشد؟ الان 200 تا دیگه بچه اینجا بود. شما که میدونستی برای وام میاد چرا آشتی می‌کردی؟ وسط همین آشتی بعدم وسط همین آشتی الان برو یه چک ازش بگی یه بار دیگه آشتی کن یه برنامه‌ریزی کن وسطش یه چک ازش بگی. خب من اصلا کینه این نیستم خیلی مهربونم. یه جوری میومد آشتی میکرد که من نمیتونستم بهش نه بگم. یه فکرایی میکنیم انشالله حل بشه. بفرمایید. چشم. بفرم بریم وام بچه‌ها رو ببریم. بفرم خانم 10 تومانیه مون بیا همون برو نه 10 تومانیه برو قربونت برم برو عزیزم.